نصیحت من به خودم، به طلاب، به همه، هر کسی که اهل دین هست، قاضی نشین، قاضی نشو. همین که یک انسان رو دیدی حکم کفرش یا حکم مبتدع بودنش یا حکم جهنمی بودنش را نده. اگر مردی و دلسوزی بدین و قلبت داره میسوزه، وقتی که باطل را میبینی اصلاح بکن، نه حکم. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی از شما اگر منکری را دید پس آن را تغییر دهد به دستش یا با زبانش یا با قلبش، نه اینکه حکم کند با زبانش. تو جهنمی هستی چون این عمل رو انجام دادی، تو آتش میگیری، تو کافر هستی، تو مرتد هستی، خلاص شد و رفت. امروز همه دوست دارن قضاوت بکنن، همه خیلی خوشه که بتونی از قرآن و سنت و اقوال علما جهنمی بودن مرا ثابت بکنی. خدا تو را نفرستاد تا قاضی شوی. خدا من و توی مسلمان را فرستاد تا اصلاح کنی.